تو این ویدیو یکی از مراحل بازی رو میخوایم با هم بریم. یکی از مراحل هاواناست، مرحله دوم هاوانا. اینجا ویدیو رو میبینیم با هم دیگه و میبینیم که کیفیت بازی تو سطح شهر هاوانا چطوره. Hijack and track. دوستان یکی از آپشن هایی که تو بازی درایور تو خیلی جدید بود، این آپشن تو از زمانی گیم اوور یا مثلا مرحله رو تمام می‌کردی میومد. یک آپشن داشت به اسم گیم فیلم دیرکتور. اینجا شما میتونستید برید اون صحنه‌ای که از بازی دارید میگذرین کارگردانی کنید، دوربین رو تغییر بدید، ملاحظه کنید اینجا مثلا اتو دیرکتور دارید یا مثلا فست فوروارد، فریم ادوانس، ریوایند. اصلا خیلی آپشن جالبی بود. اد کامera، مثلا یک کامera تو این کار اضافه میکنم. خب view or recursive، حالا اینو من میزنم.